نقاشی که من با مادر خانم مرادی صحبت کردم، همین نقاشیه که الان روی دیواره و من جلوش هستم و دارم فیلم برمیدارم. ببینین چه اعجازی در نقاشی این خانم هست، یه چیزی خارق العاده. اونقدر نقاشیشون عالی بوده که احساس میکنی به معنی واقعی حیوان واقعی جلوتون هست. اینقدر ایدئال و قشنگ و چه افتخاریه برای ما که دختران و زنان ما اینقدر هنرمندن و اینقدر اعجاز آفرین. امید است که همه کشور به خانوم ها از بعد هنرآفرینی اعجازی نگاه کنن. بسیار عالی. احساس میکنم که این دختر خانم خودشون هم الان اومدن و من میخوام باهاشون صحبت کنم. سلام خانم، خسته نباشین. من داشتم میرفتم، بعد این نقاشی رو من دیدم، اینقدر برام جالب بود، با وجود کار ضروری داشتم رفتم انجام دادم، برگردم و از شما فیلم بگیرم. خواهش میکنم. خواهش. قربان شما. خودتون رو میتونید معرفی کنید؟ من پریسا مرادی هستم. از چه سالی نقاشی رو شروع کردین؟ 11 سالگی تقریبا میشه من بگم 30 و چند ساله. نه سنتون لازم نیست بگین، همون فقط بگین از 11 سالگی. 30 ساله دقیقا من کارم نقاشی. بسیار خوب. از همون اول شوق نقاشی داشتین؟ زیاد، بله. بسیار عالی. و چقدرم خوب دنبال کردین و رشدش دادین و حتی رشته خودش رو هم انتخاب کردین که امروز واقعا تصویر خارق العاده. من یک کم شک دارم. ببره؟ آها ببره. اصلا من با مادرتون که صحبت میکردم میگفتم به این که یه حالتی که انگار ببر میخواد راه بیفته بیاد تو پیاده رو. ضمناً هم چهره ببرتون اصلا خشن نیست، خیلی مهربانه، یعنی آدم احساس میکنه که راه بیفته بیاد ما باش راه بریم. فوق‌العاده عالی. خیلی خیلی صمیمی، خیلی عالی. و چقدر وقت گذاشتین؟ یکم هم رو به تصویر خودتون، کنار تصویر خودتون باشین. 4 روز این همه عالی کار کردی؟ بله. بعد به کجا باید تحویل بدین؟ به کجا چی؟ یعنی کجا با کجای قرارداد هستین؟ شهرداری. از طرف شهرداری معرفی چیز کردم، طرح رو بهشون نشون دادم، تایید شد، اومدم اجرا کردم. بسیار. در 4 روز این نقاشی بی این تمام میشه. بسیار تمام. بسیار عالی. من قصد دارم شما رو همه جا معرفی کنم. خواهش میکنم. قربان. افتخار ماست. افتخار ماست. دستاتون رو طلا بگیرید. قربان شما. متشکرم. بسیار خوب کار کردید. بسیار عالی. خواهش. بعد از چی استفاده کردین در رنگ هنری اکریلیک هنری؟ بسیار خوب. یک کم نزدیکتر باشید که آها بسیار خوب. بسیار عالی. خیلی خوشحالم. افتخار ما هستید. سعی میکنم همه جا شما رو معرفی کنم تا چنین هنری کاملا جهانی بدرخشه. قربان شما. همیشه موفق باشید. خواهش. خداحافظ.